برادرتون چی شغل داشتن؟ پیش وقت رئیس توجگاه شهرک مگیتگورسکی بود. خیلی در خدمتی مردم بود. در چی مرده میشید چی توجیه که به یک فلاکت میزد یاردم چی اولی همون مردم همین بود. امنیت و این خیلی چیزا شکایت نمیکرد؟ ای دستی یک خیلی با توجیکی ناخلاف فقط گله میکرد که همینو پیش را همه میگیرم برای خدمت کردن. اخیران بر دین ساعتی 9 به زنگ زد خیلی صحبت کردیم گفت که خیلی کمیا هستن کم در خیفم بسیار کفم فکر میکنم که یک آدم گشته سعی خیلی نمید ساعتی 12 زنگ زدیم میشه کار خیلی از چی خوف دارد کی هست؟ میگم یک ماشین کم کم گیریم ماشین فرم میگردد کم کم کفم میره آدم خاک نمیدونست که شما از هیچ نمیدونه کی هست این کار کرد؟ حاضر با هم تماسی مود 14 کس پادازری میگه عروس گمانبر خدمت میگه 14 کس محکمه داشته به نظر شما برای پولش این کار کردن برای وظیفه نه این پول جمع کنم نیست یک آدمی است که هم پول میافت یا یک کسش میداد یا به رفیقش میخوردش پول اینم پسرچش باید با آیله دار میکرد به همین هم گفت که پولم کمه بیام در تاجیکستان تویش کنم گفتیم بیا همین ماهای وقتی که میوه ما میشود ما خودمون باغ داریم گفتیم حسابی میوه حسابی باغمون تشکیل میکنیم خیلی وای میکنیم خیلی گفت نباشن وقتی هم میوه کشید تلفنم کنیم با پسرچم بگیریم و خانه دارش کنم یک فرزند دارد یک پسر دارد نامش سینا آیلش نرگیس همینو قطعش بدن این برای پول حرکت هم نمیکرد زندگیش خوب بود خیلی 3 نفر چه هر سش کار میکردن زندگیشون نقد خیلی بدبینی بسیار بود در این آدم برای چی برای که همین کسی میرفت یاردمچی همین آدم بود با احترام بود نمی چی کاره که میشید ای پیش در بود